سلام باباهای گلم خودتون چطوره بچه ها حقیقتا همینجوری بچه ها دستم قاشم کاستوم پلی میدادم خب بعد به یک اسکواد خیلی گیر ما برخوردیم یعنی اصلا ولمون نمیکرد خب که بعدم قیچیشون کردیم حالا توی یکم جلوتر از ویدیو به تو توضیح میدم بچه بعدش هم من همه این ویدیو رو دارم میذارم فقط برای اینکه حمایت هم کنیم همش چیا چند دونه ساب دیگه میشین 100 تایمش یا او عشق دمتون همتون گرم. اینجا ببین یارم رفت تو ایدی رو مو از رو خوابه با یه چیز زدمش دیگه چی. اینجا ببین یارم شانسی میخواستم نیت کنم دیدم این ریوایوی اومد بنگ نیت شد. بچه ها اینجا چیز خفنه دیگه هم اینجا ببین یه شد زدم یارش تمه شد ناکش کردم. خب چیت بزن مثل آدم بزن. شنیدید یا نه؟ به من میگه چیت میزنی این آدم چیت بزن. حالا نمیدونم دقیقا چی گفت همچین چیزی گفت. خب بهش گفتم مرد حسابی چیته چی یا من دارم این بچه آدم پلی میدم یا اینمی هم دیگه به ما میگه چیته و تو هنوز حمایت نکن. اینجا ببین اینجا بود چاپ زدمش و اینجا دیگه سیوی تک بود زدمش. البته هرچند یاراش هم ناکرده بود. اینجا ببین بچه مغز بازی موومنت زدم خودشو زدم زود کاور گرفتم بعد اومدم فینیشش بدم دیدم یارش رو میزنم زود اینجا 90 بود اومدم میدیک زدم خشابم جانم ریلود زدم خشابشو گرفتم روش بدون اینکه یه دونه دمیج بخورم خودش هم کشتم. اینجا ببین میدونستم میخواد کاور شات به من بزنه منم یک خیلی شات میلیون بهش زدم شات های و موومنت های نامنظم. اینجا ببین وقتی یکی رو میزنیم اینطور مواقع همیشه بچه باید کاور پشت سرتون هم داشته باشین وگرنه فشاری میشی. تا کن بریم